بچه من 4 ساله دقیقا از سال 1400 که دیگه توی هیچ پروژه‌ای فعالیت نداشتم و کار نکردم و کلا سینما رو گذاشتم کنار به دلیل نامردی هایی که وجود داشت، عدم عدالتی که وجود داشت و باند و باند بازی هایی که بود. تصمیم گرفتم که دیگه کار نکنم و بدون هیچ خبری و بدون هیچ خداحافظ و ما رفتیم و این داستانا در سکوت هرچه تمامتر بعد 20 سال کار کردن این حرفه رو گذاشتم کنار. 4 سال دووم آوردم. بعد یه ذره دیگه خیلی هم دلم تنگ شد برای شما، برای اینکه توسط این هنر در خدمت شما باشم و اومدم این پیج رو زدم و گفتم حالا هر چقدر نیم و نیمچه فعالیتی بکنم، چون در نهایت بازم خب به سینما بر نمیگردم، به اون وادی بر نمیگردم، چون هیچ چیزی تغییر نکرده متاسفانه. اینجا گفتم حالا یه کوچولو در خدمت شما باشم که اینجا هم کن فیکون شد همه چیز و الان خارج از این که وقتش هست یا وقتش نیست، اصلا خودم هم دل و دماغ این که بخوام یک فعالیت طنز اینجا انجام بدم مثلا ندارم. به همین دلیل این پست رو گرفتم، گفتم حالا باز همینجوری دلی در ارتباط خواهم بود باهاتون. شما هم ازتون خواهش میکنم حمایت کنید، اگر به هر حال اینقدر منو دوست دارید این پست رو حمایت کنید که پیجم یه ذره بمونه حداقل. انشالله که باز به جایی میرسیم که کارهای طنز و خنده‌دار و باحال اینجا بسازم و در خدمتتون باشم. خیلی دوستتون دارم.